بریم با هم آزمون فیزیک از سال 1441 رو با هم حل کنیم و ببینیم که چه سوالهایی برای امروزون پیش بینی شده. بچه‌ها قبلا هم گفته بودیم سوالای تیزهوشان دقت توی خوندن متن سوال خیلی اهمیت داره و سوال اول از فصل 4 و 9 علوم نهم مطرح شده و یه سوال ترکیبی هستش. بله، متن سوال رو با هم بخونیم. میگه مطابق شکل زیر یک تخته چوبی بلند با وزن ناچیز. وقتی میگه وزن ناچیز هست یعنی بحث اهرم‌ها رو میخواد مطرح کنه و خود وزن نادیده گرفته شده و این اهمیت داره برامون که وزن رو صفر میگیریم. پس با وزن ناچیز بر روی سکویی به طول 4 متر. بچه‌ها سکویی که داریم این میشه سکومون. ببینید بچه‌ها کل این میشه با هم 4 متر. پوریا و حسین میگه دقیقاً در وسط این سکو ایستادن. پس این وسط سکو که از اینجا فاصلش از هر دو سر سکو بعد 2 متر. بعد میگه که در حال صحبت بودن ناگهان با مشاهده سوسکی هر کدوم به یک سمت شروع به دویدن میکنن. حسین به سمت راست از کجا متوجه میشیم؟ تو ادامه کار داره میگه حسین که جرمش 80 کیلوگرم هست با تندی 2 متر بر ثانیه. این تندی 2 متر بر ثانیه مربوط به حسینه. پس حسین به سمت راست شروع به حرکت میکنه و جرمش هم گفته 80 کیلوگرم هست. از اون سمت پوریا جرمش 60 کیلوگرمه و با تندی 1 متر بر ثانیه میدوه. بچه‌ها کلمه ای وقتی میگه 2 متر بر ثانیه یعنی به ازای هر 1 ثانیه حسین 2 متر جابجا میشه. اما پوریا تندیش 1 متر بر ثانیه است یعنی به ازای هر 1 ثانیه 1 متر جابجا میشه. بعد میگه که بعد از چند ثانیه از شروع دویدن تو این تخته که ایستادن تخته واژگون میشه. بچه‌ها شرط این که این تخته واژگون بشه اینه که این دو نفر از روی این سکو عبور کنند. خب برمیگردم دوره به اطلاعات. گفت آقا حسین با تندی 2 متر بر ثانیه حرکت میکنه یعنی به ازای هر 1 ثانیه 2 متر جابجا میشه. یعنی حسین بعد از 1 ثانیه دقیقاً میرسه به این آستانه، دقیقاً در لب سکو میسته. اما پوریا چطور؟ بعد از 1 ثانیه 1 متر میاد جلو. این 2 متری که اینجا داشتیم نصف میشه. پوریا میرسه اینجا. پس تو این حالت حواسم باشه هیچ کدوم از سکو عبور نکردن. خب ما پس باید دنبال زمانی بگردیم که از 1 ثانیه بیشتر بشه. اگر بچه‌ها برین سر وقت گزینه ها نگاه کنید. اولین گزینه بله میگه که سفرم پایین‌تر بیاریم. میگه بعد از 1 ثانیه هیچ کدوم از اینها از روی سکو عبور نکردن. پس تو 1 ثانیه تخته واژگون نمیشه. برم گزینه 2 رو نگاه کنم. در گزینه 2 گفته بعد از 2.8 ثانیه. پس من باید کاری که انجام بدم ببینم آقا میزان جابجایی هر کدوم از اینها بعد از 2.8 چه عددی میشه. قبلا داشتیم تندی میشد نسبت مسافت بر زمان. من برای هر مورد باید میزان مسافتی که طی میکنن رو به دست بیارم. 1 بار برای حسین، 1 بار برای پوریا. پس میذارم اینجا تندی حسین، چون میخوام تندی حسین میشه نسبت مسافت تقسیم بر زمان که میام عددگذاری میکنم. تندی حسین توی متن به من گفت 2 متر بر ثانیه 2 مساوی است با میزان زمان. بچه‌ها زمان رو گفتیم که ما از اطلاعات خود گزینه‌ها 2.8 استفاده کردیم. 2.8 نتیجه میزان جابجایی حسین میشود. با رنگ یادداشت کن دیده بشه. میشه 5.6. بریم رو شکل دقیقا نمایش بدیم که کجا میشه 5.6. نگاه کنید بچه‌ها. ببینید دقیقاً از این مرکزی که شروع حرکت کرد تا این قسمت 5.6 یعنی میرسه به اینجا. این مربوط به میزان جابجایی حسینه. همین کار رو برای پوریا انجام بدیم. برای پوریا اگه بخوام انجام بدم دقیقاً همون رابطه تکرار میشه، فقط عددهام تغییر میکنه. تندی پوریا 1 هست، زمان 2.8 و میزان مسافتی که پوریا طی میکنه میشه 2.8 متر. حالا این رو هم بیاین روی شکل نمایش بدیم. پس از مرکز این تخته وقتی پوریا شروع به حرکت میکنه میزان مسافتی که طی میکنه میشه 2.8 یعنی از سکو 1.8 بیشتر حرکت میکنه.
حالا بچه‌ها میخوام این تخته واژگون بشه. و که تخته واژگون بشه باید نگاه کنم که آیا تعادل اهرم‌ها و جابجاییشون تو اینجا صدق میکند یا خیر. یعنی چی؟ از چه فرمول استفاده میکنیم؟ از فرمولی که تو بحث تعادل اهرم داشتیم. F1 ضرب در D1 مساوی میشه با F2 ضرب در D2. آقا میام یکی عدد گذاری میکنم. جرم حسین گفته 80 کیلوگرم، در گرانش 10 ضرب میکنم میشه 800 ضرب داره. بچه بازوی محرک. چرا گفتیم بازو محرک؟ یکی رو میگیریم نیرو محرک که بازوش هم میشه بازوی محرک و پوریدار هم میگیریم نیرو مقاوم و به همون ترتیب بازوش هم بازوی مقاوم میشه. خب اما تکیهگاه کجاست؟ چون خیلی مهمه. بازو فاصله نیرو تا تکیهگاه هست. بچه نگاه کنید، زمانی این تخته واژگون میشه که به یک سمت این تخته حرکت کنه و تکیهگاه من دقیقا میشود اینجا. به این لبه این سکو میشه تکیهگاه. و چرا به سمت حسین واژگون میشه؟ چون اولا تندی حسین بیشتر است و جرمش هم بیشتره. نتیجه پس تکیهگاه من دقیقا لبه این تخته میشه. خب حالا بازوش چقدر میشه؟ بچه ببینید، بازو فاصله نیرو تا تکیهگاه است. اگر نگاه کنم از مرکز تا جایی که حسین حرکت کرد کلا 5.6 متره. اما اگه بخوام تا تکیهگاه حساب کنم چطور؟ تا تکیهگاه بخوام حساب کنم 2 متر رو کم میکنم. پس میزان مسافت یا اون بازویی که برای حسین مطرح میشه 3.6. پس بچه‌ها میشه D1 یا جابجایی یا بازوی محرک میشه بس 3.6. اینو برای پوریا حساب کنم، یه دفعه تو اطلاعات مسئله جایگذاری کنم. آقا حسین شد 3.6 میزانش. اما برای پوریا گفتیم میزانی که جابجا میشه چقدره؟ 2.8. پس 2.8 نگاه کنید تا تکیهگاه 2.8 اینجاست، یه 2 متر هم اینجاست. تا تکیهگاه بعد کلی حساب کنم. پس میزان دیدوی من یا بازو مقاوم میشه 4.8. حالا همین اطلاعات رو تو فرمول جایگذاری کنم. بریم بالاتر اطلاعات جایگزین کنیم ببینیم چه اتفاق میافته. بله، پس وزن حسین شد 800، میزان بازوی محرک شد 3.6 و میزان وزن پوریا شد 600 نیوتن. چون جرم 60 بود در 10 ضرب کردم و میزان بازوی مقاوم یا هم بازوی پوریا شد 4.8. اگر بچه‌ها این دو تا عدد یعنی 800 ضرب در 3.6 کنم 2880 میشه و اگر این دو عدد رو هم در هم ضرب کنم این میشه 2880. بچه‌ها نگاه کنید، تو این حالت بین بازوها و نیروها تعادل برقراره. زمان این تعادل برقرار نیست که یک سم عددش بیشتر باشه، بنابراین در زمان 2.8 ثانیه تعادل حفظه. اما حتی اگر 1/10 ثانیه زمان بیشتر بگذره دیگه این تعادل برقرار نخواهد شد و تنها گزینه‌ای که بیشتر از این عدد هست گزینه 3 که 4.2 و گزینه 4 که میگه هرگز واژگون نمیشه این کاملا رد میشه. بنابراین گزینه 3 شد جواب صحیح که تو اون حالت حتی اگه 1/10 ثانیه زمان بیشتر بدم این تعادل برقرار نیست. بریم سوال بعدی ببینیم از چه مبحثی مطرح شده. بله، سوال بعدی از فصل 4. بله، بحث تندی و سرعت و این سوال یه مقدار حالا چالشی هم هست که بهش میرسیم. میگه متحرکی که در حال حرکت یک نواخت. حرکت یک نواخت چه حرکتیه؟ حرکت یک نواخت بود که اولا متحرک روی خط راست حرکت میکرد، دوم تندی لحظه‌ای و متوسطش با هم برابر بود. خب پس این نکته رو بدونم تا بگم حالا نکته این سوال چه چیزیه. میگه متحرکی در حال حرکت یک نواخت با تندی 5 متر بر ثانیه در حال حرکت در لحظه تی مساوی با 0 ثانیه از نقطه آ میگذرد. پس یه مسیری دارم، این یه خط صاف، یه مسیری که چون گفته تندی یک نواخت پس حتما خط راسته. بعد میگه که در لحظه تی مساوی 0 ثانیه تو این زمان از نقطه آ شروع به حرکت میکنه. بعد میگه کدام جمله درباره حرکت آن حتما صحیح است؟ خب بچه در جمله اول نگاه کنم، میگه در لحظه تی مساوی با 4 ثانیه متحرک 20 متر از نقطه آ دور شده و اگه طبق فرمول تندی برم تندی مساوی میشه با مسافت تقسیم بر زمان از اونجا که
تندیش 5 هست و زمان حرکت هم گفته 4 ثانیه، بنابراین میزان مسافت حتما میشه 20 متر. میخوام بگم جواب میشه این گزینه، اما خود سمپاد گزینه 3 زده. من احساسم بر این هست خود اون طراح سوال به کلمه یک نواخت دقت نکرده. اگه یک نواخت رو بردارم مشکل حل میشه، یعنی فقط تندی رو ملاک قرار بده. اگه تندی رو فقط ملاک قرار بده، تندی جهتدار نیست، یعنی متحرک من ممکن رفته از اینجا دور زده. ببینید این که میگه جابجاییم شو کلا شده 20 متر از نقطه، از اینجا شده 20 متر جابجا شده، اینجا دیگه رد میشه. مثلا اومده داشته میرفته اینجا رسید دفعه دور زده، پس حتما از نقطه آ 20 متر نمیشه، با شرطی که تندی من یک نواخت نباشه. خب پس با پیش‌فرض این موضوع، حالا یه خورده میگم سوال چالشی هم شد، ما یک رو کلا کنار بذاریم. مورد دوم هم بررسی کنیم. میگه امکان دارد در بازه معینی از زمان تندی متوسط متحرک 0 بشه. بچه‌ها وقتی که این تندی داره حتما یه مسافتی رو طی میکنه، پس نمیتونه 0 باشه، یعنی 2 کامل رد میشه. 2 توش ایرادی نیست. اما سومین مورد میگه 8 ثانیه بعد از شروع حرکت موقعیت متحرک درون یا روی محیط دایره به شعاع 40 متر و به مرکز نقطه آ خواهد بود. بچه ببینید ما طبق فرمولی که گفتیم تندی نسبت مسافت بر زمان راحت کافیه عددگذاری کنیم. تندی شد 5 مساوی با میزان زمان گفته 8 ثانیه و قطعا میزان جابجایی بیشتر 40 متر و این درسته. پس گزینه 3 رو با این پیش‌فرض که تندی من یک نواخت نباشد درست میگیریم. بلکه مطمئن بشیم گزینه 4 رو هم بررسی بکنیم. میگه مقدار سرعت متوسط متحرک در هر بازه دلخواه از زمان 5 متر بر ثانیه است. ما چون قرارمون بر این بود که تندیمون یک نواخت نباشه، پس نمیتونیم بگیم جهتش کدوم وریه. بنابراین با این پیش‌فرض گزینه 4 هم خط میخوره که فقط گزینه 3 با پیش‌فرض که تندی من یک نواخت نباشد رد میشود. بریم سوال بعدی و بریم که از چه موضوع و چه پایه‌ای هست. چون می‌دونیم یه تعداد از سوال پایه 8 احتمالاً این سوال مربوط به پایه 8 باشه. بله فصل 14 بحث نور. خب سوال با هم بخونیم بعد بریم که چه چیزی از ما خواسته شده. میگه دلیل کدام پدیده یا پدیده‌های زیر بازتاب منظم نوره؟ بچه‌ها قبلا بازتاب منظم نور رو داشتیم هرگاه سطح ما کاملا صاف و صیقلی باشه. پرتوهای نوری که بهش میخوره، میگم 3 تا پرتو نور رسم کنیم. این پرتوها موقعی که میخواد منعکس بشه و برگرده دقیقاً موازی برمیگرده. این میشه بازتاب منظم و در بازتاب منظم حتما تصویر تشکیل میشود. مثل چه چیزی؟ آینه. بله من قلم رو هم تغییر بدم. بله. مثال هامون مثال آینه، آب ساکن یا شیشه‌ای که پشتش تیره باشه. خیلی قشنگ میتونه تصویر واضح بسازه. پس بچه‌ها زمانی بازتاب منظمه که اولا سطح جسم من کاملا صاف و صیقلی باشه. حواسم باشه بعضی اجسام ظاهرا صاف هستن اما در زیر میکروسکوپ برآمدگی‌هایی دارن، مثل سطح دیوار. به همین علت در سطح همچین اجسامی هیچ وقت تصویر ساخته نمیشه. حالا بریم با هم گزینه‌ها رو بررسی کنیم. مورد اول میگه دیده نشدن نقطه‌ای بر روی آینه که نور لیزر با آن میتابد، چون دقیقاً منعکس میشه و بازتابش منظم هست. پس بچه‌ها گزینه اول درسته. ببینید ما دنبال میگردیم که کدوم درسته. الان الف درست شد، یه تیک میذارم کنارش، نگاه میکنم اگر تو گزینه الف نداشتم اون از گردونه حذف میشه. گزینه 3 گفته ب و ج، پس 3 رو خط میزنم. برو بررسی کنیم. میگه روشن دیده شدن نقطه‌ای در روی کاغذ که نور لیزر با آن میتابد. بچه‌ها کاغذ سطح ناهمواره، پس بازتاب منظم هم نداره به همین راحتی. پس به خط میخوره. نگاه کنم اون گزینه‌هایی که ب دارد اونها رو هم خط بزنم، پس 1 هم خط میخوره. 3 یا جیم تعیین کننده است. میگه دیدن چهره خودم بر روی سطح شیشه. گفتیم سطح شیشه مثل سطح آینه سطح صاف و صیقلی هست و میتواند تصویر و بازتاب منظم و نمایش بده. نتیجه جیم صحیح، یعنی گزینه‌ای که الف و جیم داشته باشه میشه صحیح و گزینه 2 کاملا صحیح هستش. این هم از این سوال که فکر کنم سوال به نسبت ساده ای بود.